اما موضوع اول نامگذاری سال به سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل. چند سال آقا داره مطرح میکنه، مدتی گذشت به امید به برجام. نکته اول تفسیر اقتصاد مقاومتی است که خود آقا تفسیر کردن. مقاومت اقتصادی، ما اقتصادمون را یه جوری بسازیم که تکانه های جهانی و غیر جهانی نلرزوندش، نگاه جناحی به این شعار نشه. مطلبی که مقام معظم رهبری فرمودن، دوراهی که درست میکنن اینه: یا تسلیم یا فشار و مشکلات. در نگاه اول تمام امیدها به غربه، فتح الفتوحی صورت گرفته، چون خیلی این آب نبات مزه کرده. برجام 2، برجام 3، برجام 4. چه خبره آجون؟ چه خبره آجون؟ چه خبره آجون؟ اما موضوع اول نامگذاری سال به سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل. عملش که بر عهده آقاست که هم خودشون جدیدن عمل کردن و هم عمل دارن. اقدامش میمونه که چند سال آقا داره اینو مطرح میکنه، حالا انگار داره بادمجون واکس میزنه. قرار بود این برجام نحوه عبور از رکود رو برای نظام ما میسر بکنه، اما اینطور که پیداست ما عوض عبور از رکود از زیر کود و توی کود عبور کردیم. چه خبر آقا جان؟ قرار بود مطابق برجام از سانتریفوژهای جمهوری اسلامی مقاصد صلح‌جویانه در راستای اقتدار نظام استفاده بشه، اما الان با سانتریفوژها آب هویج میگیرن، شیر موز، معجون اسکانیا، شیر هویج بستنی. چه خبر آقا جان؟ ما با این وضعیت در تکانه های جهانی چطور میخوایم دوام بیاریم؟ در تکانه های غیر جهانی چطور میخوایم دوام بیاریم؟ مایی که با یک اشاره تندبک جهان و غیر جهان تکان میخوره، اگر وارد مبحث امشوشوشه ریپش للیلونه بشیم، دیگه تکانه ها این جناح و آن جناح نمیشناسه، ویران میکنه. یعنی میگه حاجی 1 تکان، حاجی 2 تکان، حاجی سر کیسه ها رو هی بتکان، هی چه خبر آقا جان؟ چند سال آقا داره این رو مطرح میکنه که اگر 1 گام به عقب برداری تا ته جاده رو باید با آینه بغل بری، یعنی میجورنت. مقام عظما یه لبی به این جام زهر زد، حالا رنگای دیگه شو برای ایشون چیدن. حکایت عمه بنده است که رفت عطاری گفت آقا زردچوبه دارید؟ عطاره هم آورد. عمه جان بنده گفت میشه رنگای دیگه‌ش هم بیارید؟ که میگن در همین نقطه عطاره انقدر فلفل هندی خورده تا مرده. شاگردش هم رفته تو گونی حنا، بیرون نمیاد، میگه من حنا دختری در مزرعم. چه خبر آقا جان؟ در نگاه اول این برجام آب نباتی بود
که در دهان مقام عظمای ولایت مزه کرد. اما در نگاه های دوم و سوم دیدیم ناگهان قیافه مقام عظما شد عینه دورخیز اولاغ. برجام 1، برجام 2، برجام 3، برجام 4. چه خبر آقا جان؟ منتظر باشید که دشمنان نظام به زودی پیژامه مقام عظما را پرچم کنند و این جناح اون جناح را تکان تکان بدهند. چه خبر آقا جان؟ خبرها دست شماست، بی خبر نیستیم. خبر مرگتون، خبر ما رو هم بگیرید. خبر دار. حالا هی تکان تکان، جناح جناح، تکان تکان، تکان تکان. چه خبر آقا جان؟